فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حکم ملاعبت و با همسر، حالا خانمی با شوهر، شوهرش با خانم در ماه رمضان با هم ملاعبت میکنن، در چه اندازه میتونن این ملاعبت جایز باشه و در چه مواردی جایز نیست و همچنین در چه مواردی میتونه که روزه رو بشکنه و در چه مواردی میتونه که خلل در روزه وارد نکنه؟ اون چیزی که در قرآن کریم الله متعال اونو بیان کرده که جز محرمات هست و شکننده های روزه هست، اون مقاربت و همبستری هست با همسر در این ماه مبارک رمضان، اون هم در روزه هایش. در شب هیچ گونه محدودیتی وجود نداره، یعنی روزه هیچ حکمی رو در شب نداره که انسانی که میخواد فردا روزه بگیرد شبش حتما باید فلان کار رو انجام بدهد یا فلان کار رو انجام ندهد. هیچ ممنوعیتی وجود نداره به جز اینکه باید در شب نیت بکنه برای فرداش. و کارهایی که برای روزه‌دار ممنوع هستند این کارهای خوردن هست، نوشیدن هست و همبستری با همسر و به اصطلاح مقاربت. اما به معنی در آغوش کشیدن همدیگر جایز هست، بوسه گرفتن از زن و شوهر از همدیگر جایزه، هیچ گونه اشکال شرعی نداره، البته به شرط این که منجر به مقاربت نباشه. این قید هست در روایت هم اومده، اون کسانی که توانایی دارند خودشون رو کنترل بکنند یا به تعبیر حدیث که املککم لاربه، اون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصطلاح یعنی کنترل خودشون در اختیار داشتن، اگر کسی واقعا مطمئن هست که مجرد یک بوسه منجر به جماع نمیشه، هیچ گونه اشکالی نداره که بوسه گرفتن. یا همچنین صحبت به اصطلاح خانوادگی و عاشقانه در میان زن و شوهر که وجود داره، هیچ اشکالی نداره در این زمینه. بالفرض اگر کسی تحریک شد، این سوال هم خیلی تکرار میشه، تحریک شد و مزی از اون خارج شد، یعنی ماده و ترشح سفید رنگی خارج شد که رنگ آب داره، این هیچ گونه حکم، هیچ تأثیری بر روزه نداره، این شکننده روزه نیست. فقط انزال، یعنی آخرین درجه به معنی دیگر و تعبیر دیگر ارضاء کامل شدن، اون به معنی شکستن روزه هست. اما ترشحاتی که قبل از اون هست این شکننده روزه نیست، فقط مبطل به اصطلاح وضو هست و باید در این صورت وضو بگیرن. و صحبت‌های دیگری که در میان دو مثلا دختر و پسر نامحرم انجام میگیره، این کارها قبل از رمضان هم حرامه، در داخل رمضان هم حرامه، هیچ مثلا جواز شرعی بعضی دقیقاً همین مورد اشاره کرده بله که زن نامحرم با مرد نامحرم در این ماه مبارک رمضان، یعنی حرف به اصطلاح هر حرفی که باشه عاشقانه بزنن، این هم در رمضان حرامه و هم در غیر رمضان. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان یدع طعامه و شرابه لاجله. اگر کسی که حرف زور را، یعنی حرف دروغ را، حرف ناشایست را، حرف گناه را، فسق و فجور را، فحش و دشنام را در این ماه ترک نکند، الله متعال نیازی هم ندارد که غذا و آبش را به خاطر خدا ترک بکنه. یعنی روزه اصلش همون تقوایی هست که در قلب است. اگر قرار باشه شما روزه باشید بازم به این کارها انجام بدید، روزه شما در واقع معنی نداره. منتها از لحاظ یک حکم شرعی شکننده روزه نیست که این فتوا را صادر بکنیم هر کسی با یک نامحرمی مثلا صحبت کرد روزش باطل شده. این گونه نیست، روزه باطل نمیشه، اما جز کارهایی هست که هم در حالت روزه و هم در حالت غیر روزه انسان باید از این پرهیز بکنه.